بسیار عالی. خب سلام عرض می کنم خدمت همه شما معلمین عزیزی که توی این وبینار ثبت نام کردید و برای رشد و یادگیری خودتون وقت گذاشتید و شما جزو معلمان خیلی خاص هستید. چرا؟ چون معلمی که این تایم از شب رو اختصاص داده به این که یاد بگیره برای رشد و یادگیری خودش سرمایه گذاری بکنه و زمان هزینه بکنه، زمان خرج بکنه، واقعا باید بهش تبریک گفت. توی این تایمی که شاید خیلی از معلم ها درگیر این باشن که حالا دارن استراحت میکنن یا اصلا حال و حوصله آموزش دیدن ندارن، پس من بهتون تبریک میگم و میگم که دمتون گرم واقعا که توی این تایم برای رشد و یادگیری خودتون وقت میذارید. همین اول وبینار یک قدردانی انجام بدیم. حالا من اینجا که دارم برای شما سخنرانی میکنم و شما که داخل خونه هستید، سه تا از چیزهایی که حالا سه تا یا بیشتر فرق نمیکنه، سه تا از چیزهایی که به خاطر داشتنش قدردان هستید، یعنی خدا رو شکر میکنید، لطفا حالا چه میتونید داخل کامنت ها بنویسید، هم میتونید برای خودتون همونجا بگید. من واقعا اگر بخوام سه تا چیز رو بگم، یکی از چیزهایی که خیلی قدردانشم اینه که خدا رو شکر که تونستم وبینار امشب برگزار بکنم با کلی چالشی که بود و خدا رو شکر میکنم که تونستم کلی مطالعه بکنم، کلی یاد بگیرم، کلی رشد بکنم تا بتونم بیام تجربیات خودم رو به شما معلمین عزیز آموزش بدم. خدا رو شکر میکنم که این اینترنت هست، خوبه و میشه باهاش وبینار برگزار کرد و واقعا به خاطر خیلی از چیزهای دیگه خدا رو شکر میکنم که معلمم، میتونم اثرگذار باشم هم روی زندگی دانش آموزانم و هم روی در واقع زندگی همکارانم و واقعا خدا رو شکر میکنم که توی این لحظه یک عمری باقی مونده که بتونم اون چیزی که اون دانشی که برای من کاربردی و مفید بوده رو بیام به زبان خیلی ساده به شما معلمین عزیز آموزش بدم. شما هم اگر دوست داشتید میتونید حالا قدردانی های خودتون رو داخل چت بنویسید. خب بسیار عالی. همین اول وبینار یک تعهدی به خودت بده. چرا؟ چون لازمه که اگر ما معلم ها تعهد لازم رو برای تغییر ندیم، برای تغییر حداقل برای خودمون ندیم، واقعا اون تغییر اتفاق نمیفته. آقا یعنی تو میگی این تغییری که حالا مجازیه، این تعهدی که مجازی ما بگیم تاثیر میذاره؟ بله، این پشتش پژوهشه. زمانی که من و شما یه قولی میدیم، یه تعهدی میدیم، معمولا بیشتر پیگیر این هستیم که اون کار انجام بشه. پس لطفاً داخل این جای خالی اسم خودتون رو بنویسید. من فلانی، آقای فلانی، خانم فلانی، قول میدم که پس از یادگیری مطالب این وبینار از هیچ تلاشی برای ایجاد تغییرات لازم در بحث مدیریت کلاس خودم دریغ نکنم و یک امضا هم همونجا داخل دفترتون بزنید که این تعهده هر موقع که دارید یادداشت‌های خودتون رو مرور میکنید جلوی چشمتون باشه. خیلی خوب. هدف من از برگزاری این وبینار چی بوده؟ واقعیتش من هم مثل شما عزیزانی که توی این وبینار هستید یک معلمم و توی همین کلاس‌های درسی که توی سیستم آموزشی ایران هست دارم تدریس میکنم و کلی چالش دارم. داستان من از برگزاری این وبینار به اونجا برمیگرده که یک روز من زمانی که معلم کلاس اول بودم رفتم سر کلاس و قرار بود که من توی اون تایم برای بچه ها داستان بخونم. چه اتفاقی افتاد؟ ساعت قبلی گفتیم به بچه ها که بچه ها من زنگ بعد که اومدم سر کلاس براتون داستان میخونم. همه ذوق زده و خوشحال. ساعت بعد که رفتم سر کلاس، زمانی که شروع کردم به خوندن داستان، همین که گفتم یکی بود یکی نبود، همین که این جمله رو گفتم یکی از بچه ها بلند شد گفت که یکی بود و یکی نبود زهرمار. و من یه لحظه با خودم گفتم که یعنی چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اومدم چیکار کردم؟ از اصل تغافل استفاده کردم. یه لحظه خودم رو زدم به کوچه علیچم، گفتم که حالا مثلا بچه است و اشکال نداره. اومدم داستان خودم رو ادامه دادم. اومدم گفتم که خب غیر از خدای مهربون و بچه های کلاس اول هیچ کس نبود. اومد گفت که غیر از خدای مهربون و زهرمار. با خودم گفتم خدایا اصلا این چشه؟ این ظاهرا اینجوری نمیشه جمعش کرد. اصلا مشکل خیلی حادتر از اون چیزیه که من فکرشو میکردم و با خودم گفتم که خب بچه من دیگه داستان نمیخونم.
من دیگه داستان نمیخونم چون محمد مثلا داره اذیت میکنه. هم گفتم محمد ساکت شو، تو چرا داری این کارا رو میکنی، معلم میخواد داستان بخونه اینها. اونم گفت که نه من ساکت نمیشم. و من رفتم پیش محمد گفتم که ببین محمد، اینطور که پیداست یه مشکلی هست، من دوست دارم که با هم دیگه حرف بزنیم، میخوای اینجا با هم گفتگو بکنیم، میخوای بریم بیرون از کلاس. و هر کاری میکردم اون چالشه بیشتر و بیشتر میشد، یعنی من نمیتونستم اونو مدیریت بکنم. زمانی که ازش خواستم بریم بیرون گفت که باشه بریم. رفتیم بیرون، باش گفتگو کردم، گفتم که ببین من زمانی که تو داری اینجوری حرف میزنی وسط صحبت من داری میپری، من نمیدونم ادامه داستانی بخونم، تمرکز من به هم میریزه، بچه ها هم نمیتونن خوب گوش بدن. میشه بهم بگی مشکل چیه، چه اتفاقی افتاده؟ تا اینکه شروع کرد به حرف زدن. و اینجا من از یک استراتژی استفاده کردم برای بحث مدیریت کلاسم. یعنی نه با دعوا، نه با تنبیه، نه با اخراج، نه با خیلی چیزای دیگه ای که مرسوم است برای بحث مدیریت کلاس، من بدونی که از این راهکارها استفاده بکنم، اومدم با استفاده از یک استراتژی که توی این وبینار میخوام هم این استراتژی هم چندین استراتژی دیگر رو به شما آموزش بدم، با همون استراتژی تونستم اون چالش اون لحظه رو حل بکنم. و حالا تصمیمم این شد که چه اشکالی داره که من بیام همین مطالب رو توی این وبینار خیلی قشنگ و جامع و شسته رفته بهتون بگم. پس هدف من از برگزاری این وبینار این بوده. حالا قبل از اینکه بریم سراغ ادامه مطالب، یکم در رابطه با حافظه و حافظه کاری صحبت بکنیم. ایشون آقای هرمان ابینگهاوس هستن، کسی که روی بحث فراموشی مطالعات زیادی انجام داده. آقای ابینگهاوس پس از کلی پژوهش و مطالعه رفته دیده که آقا اگر ما زمانی که میخوایم مطلبی رو یاد بگیریم، توی وبینار شرکت میکنیم، توی یه کلاسی شرکت میکنیم، یه کتابی رو مطالعه میکنیم، یه دوره آموزشی رو شرکت میکنیم، میگه اگه ما اونها رو مرور نکنیم، اونها در طول زمان ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشن و کم کم فراموششون میکنیم. مورد اولی که توی پژوهش‌های ایشون خیلی در واقع به چشم میخوره اینه، میگه آقا خاطرات در طول زمان ضعیف میشن. مورد دوم که خیلی به کار ما معلم ها میاد، میگه آقا بیشترین میزان فراموشی بعد از یادگیری اتفاق میفته. یعنی معلم عزیز حواست باشه، اگه دانش آموزی داری سر کلاس درس میدی و زنگ بعد دوباره میخوای بپرسی، اینو بدون بیشترین میزان فراموشی بعد از یادگیریه. یعنی حالا شما فکر کن این برای کدوم حالته؟ این برای حالتیه که من معلم با اسلاید، با نمیدونم مثال، با داستان، با کلی جذابیت های بصری و شنیداری دیگه دارم ارائه میکنم. یعنی این برای اون زمانه که اگه این مدل ارائه هم باشه، بیشترین میزان یادگیری، بیشترین میزان فراموشی بعد از یادگیریه. عجب نکته واقعا. پس من دیگه حواسم به این نکته هست که وقتی میخوام درس بدم مرورهام رو زیاد میکنم، دفعاتی که باید مرور بشه رو زیاد میکنم. و مورد بعدی که باز توی بحث حافظه و یادگیری اثر میذاره، حس حال شما به میزان یادگیریتون اثر داره. همین الان شما که توی این وبینار هستید کدوم حالت رو دارید؟ همینجوری لم دادید مثلا با گوشیتون حالا دارید وبینار رو میبینید، یا اینکه نه خیلی جدی گوشیتون رو گذاشتید و یک کاغذ خودکار کنار دستتون رو دارید یادداشت برداری میکنید؟ کدوم حالته؟ حس و حال شما، اون میزان انرژی که با خودتون میبرید سر کلاس درس، ما مسئول اون انرژی هستیم. ممکنه یادگیری ما رو بهتر بکنه یا بدتر بکنه، حتی روی حس و حال بچه‌ها هم اثر میذاره. شاید بگید آقا این تحقیقات آقای هرمان ابینگهاوس که مال چند سال پیشه، که نه، اتفاقا توی سال 2018 این پژوهش رو دوباره انجام دادن، دیدن که بله اتفاقا همینه. میگه که 20 دقیقه بعد از اینکه یک مطلبی رو به شما آموزش دادن، شما 20 دقیقه بعدش در خوشبینانه ترین حالت که یادگیری توی بهترین حالت خودش باشه، یعنی با اسلاید باشه، با مثال باشه، با داستان باشه، کلی طنز همراهش باشه، توی بهترین حالت 20 دقیقه بعدش شما بالای 60%، بالای 40 خورده، نزدیک به 60% مطالب رو یادتون میره. یعنی اگه من همین فردا پس فردا ازتون بیام بپرسم که، یعنی 20 دقیقه بعد که ما میگیم یه روز بعد، بیام بپرسم که خب مثلا خانم فلانی یا آقای فلانی وبیناری که دیروز یا 2 روز پیش ثبت نام کردیش چطور بود؟ اصلا عالی بود، اصلا استراتژیایی که توش بود اصلا معرکه بود، فوق العاده بود، مطالب عالی، کاربردی فلان فلان. میگیم خب تهش چی شد؟ چی یاد گرفتی؟ استراتژی الان چیه؟ میگه که
هیچی دیگه، یعنی عالی بود فقط. یعنی در همین حد چیزی دیگه یادمون نمیمونه. پس به عنوان یک معلم حواست باشه که شما هر مقدار که بیشتر مرور بکنی، بیشتر احتمال این که فراموش بکنی کمتره. یعنی احتمال فراموشی رو هی کم و کم و کمتر میکنی. این پیکایی که رفته بالا توی این نمودار، این میگه با مرور کردن ما هر بار که مرور میکنیم درصد مطالبی که یادمون میمونه بیشتره. یعنی تا اینکه اگر بخواید حتی 7 روز بعدش هم دوباره مرور بکنید، هی 1 روز بعد، 2 روز بعد، 3 روز بعد، 7 روز بعد دوباره بخواید مرور بکنید، احتمال اینکه مطالب بره توی حافظه بلند مدت شما خیلی بیشتره و کمتر مطالب یادتون میره. حالا همین نکته رو ببینید ما چقدر توی کلاسای درسمون داریم، چقدر با بچه‌ها مرور میکنیم. آخر هر زن میگیم خب بچه‌ها یه جنبندی بکنیم چی یاد گرفتیم، فردا که میخوایم درس جدید بدیم میگیم اصلا چی بود چی نبود. پس این از این نکته. حالا بریم سراغ این که یک آزمونک کوچولو بگیریم ببینیم که اوضاع ما به عنوان یک معلم توی بحث مدیریت کلاس به چه صورته. اگر آماده هستید لطفاً داخل چت یه گل بفرستید. میخوایم بریم سراغ آزمونک، یه چکاپ کوچولو بکنیم خودمون رو به عنوان یک معلم. اگر آماده هستید ممنون میشم که داخل چت یه گل بفرستید. خب خیلی خوب، بسیار عالی، مرسی ازتون، مرسی از گل‌هایی که میفرستید. سوال اول، این سوالات رو برای خودتون بنویسید و حالا به هر کدومش میتونید یک نمره بدید، از 1 تا 5، از 1 تا 10 فرق نمیکنه. سوال اول، از چه استراتژی هایی برای برقراری ارتباط استفاده میکنی به عنوان یک معلم؟ من یه معلمم، امسال میخوام برم سر یک کلاس، دانش آموزام جدیدن و میخوام تازه باشون ارتباط بگیرم. شما از چه استراتژی برای برقراری ارتباط با این دانش آموزان استفاده میکنید؟ استراتژیتون چیه؟ هیچی دیگه، میرم باشون ارتباط میگیرم. خود چه جوری استراتژی چیه؟ از چه روشایی؟ بلدی اینو؟ سوال دو، چه جوری برای کلاست قانون وضع میکنی؟ آقا قانون دیگه مشخصه دیگه، من میام مینویسم روی یه مقوا قشنگ بزرگ، میبرم داخل کلاسم روی اون دیوار میچسبونم. همین؟ آیا قانونگذاری اینه؟ این یعنی جز اون روشاییه که صرفا ما میبینیم توی فضاهای مجازی وایرال میشه. ولی قانونگذاری یه بحث خیلی مفصل داره، اصلا یه کار عمیق و ریشه‌ای باید انجام بدیم. و سوال سه، اگه دانش آموزی، شما حالا قوانین رو وضع کردی، کلی زحمت کشیدی، رفتی همه این کارها رو انجام دادی، سوال سه، اگه دانش آموزی قوانین کلاس شما رو رعایت نکرد شما چیکار میکنید؟ واکنشتون به اون دانش آموز چیه؟ بلدید اصلا چجوری باید باش برخورد بکنید؟ 4، اگه کلاس درس شما خیلی شلوغ بشه، از کنترلتون خارج بشه، چه کاری انجام میدید؟ استراتژی داریم برای اون زمان؟ پلنی داریم؟ برنامه‌ای داریم؟ سوال 5، اگر دانش آموزی با رفتار نادرست جریان کلاس شما رو مختل بکنه شما چی کار میکنید؟ همین امروز این چالش رو خود من داشتم، میخواستم درس بدم، یعنی حالا وسط درسم بودیم، یه دانش آموزی بلند شد داشت وسط کلاس راه میرفت خوراکی میخورد، همه نشستن مشغول انجام دادن کارشون، میخوام گوش بدم به حرف معلم، معلم میخواد تدریس بکنه، این وسط یه دانش آموزی بلند شد داره هی راه میره و داره خوراکی میخوره. من میدونم توی این لحظه باید چی کار بکنم یا نه؟ میدونی استراتژی STP چیه؟ اصلا چی هست، چجوری کار میکنه، کجاها به کار من میاد؟ آیا برای چالش های غیر منتظره کلاس آمادگی دارید یا نه؟ بله یا خیر؟ سوال بعد، میدونی چجوری با دانش آموزان گفتگو بکنی؟ همش میان بهمون میگن که آقا گفتگو کن با بچه، نمیدونم باهاش حرف بزن. چجوری باید حرف بزنم؟ از چه استراتژی هایی، چه روش هایی، چه مدل هایی برای گفتگو کردن وجود داره که قراره امروز توی این وبینار با هم یاد بگیریم. و مورد بعدی، چجوری اقتدارت رو به عنوان یک معلم حفظ میکنی اصلا، جوری که به عنوان یک معلم عصبی شناخته شده نشی، به عنوان یک معلمی که عصبانی از کوره در میره. اقتدارت رو حفظ بکنی در این حال که مهربانی. حالا خلاصه این، در واقع این آزمونکی که من اینجا از شما گرفتم نشون میده که تقریبا اوضاع مدیریت کلاس شما چطوره. حالا داخل چت برای من بنویسید اوضاعتون چطوره.
با این چکاپی که اینجا انجام دادیم؟ داخل چت برام بنویسید تا اینکه بریم سراغ اسلاید بعدی. با توجه به مطالبی که اینجا گفتیم، حالا استراتژی ها و سوالاتی که اینجا مطرح شد، داخل چت بنویسید که تا به اینجای کار، حالا با توجه به سوالاتی که داشتیم، در واقع چطور ارزیابی میکنید وضعیت مدیریت کلاسی خودتون رو. هستید همکاران؟ کسی داخل چت چیزی نمی نویسه؟ هستید؟ صدا و تصویر من رو خوب دارید؟ اگر هستید یه فیدبک به من بدید. من آقای پزشک گفتن که در حد ضعیف. بقیه همکاران چی؟ بقیه ظاهرا دارن فکر میکنن. اشکال نداره، فکراتونو که کردید بنویسید، هیچ اشکال نداره. اما ما توی این وبینار میخوایم که یک نقشه راهی رو به شما معلمین عزیز بدیم که شما بتونید با استفاده از اون نقشه راه مدیریت کلاستون رو بهتر بکنید. یک گام هم حرکت بکنید رو به جلو، خودش یعنی پیشرفت. یک گام حرکت بکنید رو به جلو، خودش یعنی پیشرفت. و این نقشه کلی مدیریت کلاس ماست، نقشه راه مدیریت کلاس من و شما. توی گام اول میریم سراغ شناخت دانش آموزان. آقا منی که میخوام وارد یک کلاسی بشم، میخوام یک کلاسی رو مدیریت بکنم، باید بچه‌ها رو بشناسم. چجوری حالا باید بچه‌ها رو بشناسم؟ چجوری باید ازشون شناخت به دست بیارم؟ میریم اونجا بهتون میگم. گام دوم میریم سراغ تعیین قوانین و پیامدها. حالا چجوری قوانین رو وضع بکنیم، چجوری اصلا پیامد بذاریم. حالا قانون گذاشتیم، رعایت نشد چی؟ گام سوم گفتگو میکنیم با بچه‌ها. چجوری اصول گفتگو رو یاد میگیریم؟ گفتگو میکنیم برای شناسایی این که خواسته و نیاز دانش آموز من چیه. گام چهارم میریم سراغ مدیریت چالش‌های رفتاری و تحصیلی توی کلاس درس. یعنی اون زمانی که بچه‌ها رفتارهای چالش برانگیز رو از خودشون نشون میدن، اونجا چه استراتژی‌هایی وجود داره. گام پنجم میریم سراغ حالا این که آقا توی شرایط بحرانی من معلم میمونم چیکار بکنم آخه؟ استراتژی برای شرایط بحرانی چیه؟ اونجا هم من بهتون استراتژی میگم. و در نهایت گام ششم میریم سراغ این که حالا همه این موارد رو یاد گرفتیم، چجوری کلاس خودم رو چکاپ بکنم. حالا نیازه که من گاهی اوقات چکاپ بکنم دیگه، خوبم، اوضاع ارتباطیم چطوره، اوضاع گفتگو کردنم با بچه‌ها چطوره، اوضاع انگیزه بچه‌ها چطوره، کلاسم رو دوست دارن یا نه. پس این نقشه راه رو داشته باشید که گام به گام رو توی این وبینار میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. بریم سراغ گام اول، یعنی شناخت دانش آموزان. ایشون آقای رادولف درایکرز هستن، نویسنده کتاب انضباط بدون اشک. یه تعریف خیلی قشنگ از مدیریت کلاس داره. میگه که هدف مدیریت کلاس نه تسلیم کردن دانش آموزان، بلکه توانمندسازی آنهاست. میگه آقا من معلم، شمای معلم، اگر میخوای کلاسی رو مدیریت بکنی، هدف اون مدیریت کلاسه اینه که بچه ها توانمندتر بشن، نه اینکه تسلیمشون بکنیم در برابر من معلم، نه اینکه همه دیگه سکوت سامونبک بشین از سر کلاس، صدا از هر چیزی در بیاد جز از بچه ها، صدای نفسشون هم نباید بیاد. نه، مدیریت کلاس یه هدف خیلی قشنگ داره. هدفش هم اینه که بچه ها رو به آدم های توانمندتری تبدیل بکنه و به شدت کار سختیه، خیلی خیلی کار سختیه. میتونم بگم واقعا انرژی روانی که یک معلم داره مصرف میکنه، اون فشار روانی که روی یک معلم هست، به جرئت میتونم بگم روی یک سرباز ارتش نیست گاهی اوقات. یعنی تا این حد. من داشتم یک ویدیو خارجی رو میدیدم و اونجا چند تا از معلمین که داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، این ویدیو ربط داشت به کشور آمریکا. حالا داشتن با هم دیگه توی بحث مدیریت کلاس گفتگو میکردن، میگفتن که فشاری که روی ماست روی سرباز ارتش نیست واقعا، و خیلی از اوقات اینو من تایید میکنم، واقعا خیلی فشار روی معلم زیاده. حالا ما شما
من و شمایی که توی این وبینار هستیم هدفمون اینه دیگه. ما میخوایم معلم کارآمدی باشیم، میخوایم رشد بکنیم، میخوایم یاد بگیریم چجوری میتونیم کلاسمون رو بهتر مدیریت بکنیم. و من به خاطر همینه که میگم دمتون گرم و بهتون تبریک میگم که جز معلمین خیلی خاص جامعه هستید، چون دنبال رشد و یادگیری خودتون هستید. حالا سوال من اینه، اثر بخشی تدریس یک معلم به چه عامل یا عواملی بستگی داره؟ یعنی چی میشه که تدریس یک معلم، مدیریت کلاس یک معلم اثر بخش میشه؟ داخل چت برام بنویسید نظرتون رو. چی کار بکنیم، چه اتفاقی بیفته، چه عواملی کلا تأثیر میذاره روی اثر بخشی مدیریت کلاس من، روی اثر بخشی تدریس یک معلم. خانم رئیسی گفتن که پایه اول کنترلش خیلی سخت است. اینو داشته باشید، سوالات خودتون رو داشته باشید، من کلا پاسخ داریم براشون. فعلا پاسخ این سوال من رو بدید، اثر بخشی تدریس یک معلم و حالا اثر بخشی مدیریت کلاس ما به چه عاملی عواملی بستگی داره به نظر شما؟ سوالات خودتون رو داشته باشید، سوالات آخر وبینار من هستم خدمتتون پاسخ خواهم داد. اینو داخل چت لطفاً برام بنویسید، به نظر شما اثر بخشی تدریسی معلم به چه عاملی بستگی داره؟ خب نظری ندارین همکاران؟ خب به نظر شما اثر بخشی تدریسی معلم به چه عاملی بستگی داره؟ خب مشارکت بچه ها اثر بخشی تدریس، درست میشه گفت یکی از برقراری ارتباط با دانش آموزان، میشه گفت. حالا مرسی از مشارکتتون، خوب گوش کردن. درسته، همه پاسخهایی که گفتید درسته، اما اون عاملی که اثر بخشی تدریس یک معلم بهش وابسته هست اینه. آقای جان حتی رفته که پاسخ این سوال به دست بیاره. ایشون چیکار کرده؟ رفته کلی مقالاتی رو که پژوهشگرهای قبل از اون اومدن بررسی کردن، تحلیل کردن و نتیجهش رو به دست آوردن، رفته اون مقاله های اونها رو، نتایج پژوهش های اونها رو متا آنالایز کرده، یعنی فرا تحلیل کرده و بعد از اون خودش رفته روی 250 میلیون دانش آموز پژوهش کرده توی سر تا سر دنیا که ببینه آقا اثر بخشی تدریس یک معلم به چه عاملی بستگی داره، اثر بخشی مدیریت کلاسی معلم به چه عاملی بستگی داره. و از دل اون 250 میلیون دانش آموز، از دل این پژوهش بزرگ 250 مورد رو استخراج میکنه و اولین عامل رو میگه اینه، اولین عامل میگه اینه که من معلم باور داشته باشم که من اثرگذارم. اثر بخشی تدریس یک معلم، اثر بخشی کلاس یک معلم به این بستگی دارد، یعنی اولین عاملش اینه که، یعنی روش تدریس هست اما جز اولین عامل ها نیست. روش تدریس، نمیدونم مدل ارائه، خیلی چیزای دیگه هست، اما اولین عامل اثرگذار من معلمم. باور من معلمه، من معلم باور داشته باشم که اثرگذارم. اگه باورم اینه که آقا اصلا بچهای این دور زمانه که اصلا به حرف ما گوش نمیدن، این نسل زد و آلفا که اصلا هیچ چی دیگه واسه خودشون هر کاری دوست دارن انجام میدن، اینا خودکفان، اینا فلانن، اگه باورت اینه واقعا نمیتونی اثر بذاری. ولی وقتی باورت این باشه که آقا من اثرگذارم، خیلی از اوقات یه جمله من و شما به عنوان معلم، یه لبخند من و شما، یه نگاه من و شما میتونه یک رفتاری رو تغییر بده. آقا خیلی دیگه داری احساسی حرف میزنی یا نه؟ پژوهش پشتشه، پژوهش بزرگ آقای جان حتی، میتونید برید سرچ کنید توی گوگل بخونید. یه تحقیق به این عظمت واقعا خیلی خیلی سخته، خیلی زمان میبره که تو بیای روی 250 میلیون دانش آموز کلی کلاس درس پژوهش کنی که بری در بیاری اثر بخشی تدریسی معلم به چی بستگی داره. و اولین عامل اینه همکاران، باور داشته باشیم که اثر گذاریم. و شمایی که توی این وبینار هستید حتما باور داشتید که اثر گذارید، وگرنه الان اینجا نبودید.
سوال بعدی من، دانش آموزان شما الان توی گام اول هستیم ما، توی گام اول شناخت دانش آموزان. سوال بعدی من از شما، دانش آموزان شما چقدر شما رو میشناسن؟ من به عنوان یه معلم میخوام برم سر کلاس تدریس بکنم دیگه. برای کی؟ برای یه عده دانش آموز. آیا اون دانش آموزان منو میشناسن؟ آقا یعنی چی؟ من معلمم، من باید اونا رو بشناسم که بتونم خوب کلاس مدیریت بکنم. بله، اما پیش زمینش اینه که بچه ها هم شما رو بشناسن، بچه ها هم یک سری مطالب، یک سری آگاهی های در رابطه با شما داشته باشن. آقا یعنی چی؟ اصلا چجوری میشه؟ الان بهتون میگم. شما با استفاده از 6 سوال مهم میتونید کاری انجام بدید که بچه ها یک شناخت حداقلی رو از شما داشته باشن. آقا اون 6 سوال اساسی چیه؟ سوال 1، من کیم؟ آقا من مثلا عبدالمجید عقیلی هستم، 26 سالمه، لیسانس علوم تربیتی دارم، مثلا متأهلم، 5 6 سال معلمم، در همین حد. خب سوال 2، ارزش ها و باورهای من چی به عنوان یه معلم؟ بچه ها ارزش های من اینه ها، من از دعوا کردن خیلی بدم میاد. من دوست دارم وقتی کسی رفتارهای مهربانانه داره با بقیه، اون رفتارهایی که حالت مهربانانه داره رو خیلی دوست دارم. اینا جز ارزش های منه. من فحش دادن اصلا دوست ندارم، جز ارزش های منه، خط قرمز منه. سوال 3، من از شما چی میخوام؟ بچه ها من به عنوان یه معلم از شما میخوام که، من مثال دارم میزنم، من زمانی که میخوام تدریس بکنم سکوت رعایت بکنید. چرا؟ چون وقتی شما حرف میزنید تمرکز من به هم میریزه، بقیه بچه ها نمیتونن گوش بدن، خودتون نمیتونید یاد بگیرید، اصلا کلا یه وضعی. این خواسته ای من از شماست. اینها رو من دارم مثال میزنم و حالا شما بیا متناسب با اون چیزی که خودت هستی، اون خواسته ای که خودت داری رو با بچه ها بگو، رو با دانش آموزان کلاس خودت بگو. سوال 4، من از شما چی نمیخوام؟ بچه ها من از شما نمیخوام که وقتی من دارم درس میدم نظم کلاس رو به هم بزنید، با هم دیگه دعوا کنید. من از شما نمیخوام که تکالیف خودتون انجام ندید. من از شما نمیخوام که بدون اجازه از کلاس برید بیرون. خب سوال بعدی، من چه کاری برای شما انجام میدم؟ به عنوان یه معلم بگید به بچه ها ما رو بیشتر میشناسن. من چه کاری براتون انجام میدم؟ بچه ها من تمام تلاشم رو میکنم که اون مطالب درسی رو خیلی خوب، اصلا خیلی جذاب بهتون یاد بدم. من تمام تلاشم رو میکنم تا شما یاد بگیرید مطالب درسی رو. حتی شده با هماهنگی قبلی با من شده ساعت تفریح هم یه سری اوقات وقت میذارم براتون، میشینیم با هم دیگه، من باهاتون کار میکنم. و سوال 6، من چه کاری برای شما انجام نمیدم؟ من معلومه که اگه تکالیفتو انجام ندی من طرفتو نمیگیرم. من معلومه که اگه با دوست دعوا کنی من طرفتو نمیگیرم و کاری برات انجام نمیدم. این 6 سوال باعث میشه که بچه ها یه شناختی نسبت به من به دست بیارن. دیگه میدونن، دیگه میگن خب مثلا پس این آدم، این معلم ما این مدلی ها، مثلا ما اگه با گریه وزاری بریم پیشش گفته دیگه، گفته من از شما چی میخوام. تو با گریه وزاری برید اصلا جواب نمیده. هی بخوایم خواهش و التماس بکنیم جواب نمیده. معلمشون رو میشناسن. آیا این 6 سوال رو رفتیم پرسیدیم از بچه ها، تمرین کردیم با بچه ها؟ من از بچه های پایه اول، دوم، ششم تا دبیرستان اینو کار کردیم. نتیجهشو دیدم که دارم میگم بهتون، نه اینکه صرفا برم توی یه کتاب درس بخونم حالا بیام بهتون بگم اینجا. نه، تجربه شده، تست شده همکارا. واقعا اگه اینو بیاد یکی بهتون بگه به عنوان یک معلم، حس و حالتون بهتر نمیشه؟ میشناسید دیگه، یک احساس امنیت خاصی دارید توی اون کلاس. قبول دارید؟ موافقید؟ که وقتی این 6 سوال اساسی رو یه نفر بیاد بهمون بگه و پاسخشو بگه، معلومه که من حس و حالم بهتر میشه. خب آقا 6 سوال اساسی رو گفتیم توی بحث شناخت دانش آموزان، دیگه چه استراتژی وجود داره؟ استراتژی بعدی مفهوم دنیای مطلوبه. یک اتاقی رو تصور بکنید، توی اون اتاق هر بچه یک اتاقی حالا داشته باشه، مثلا به عنوان مثال توی اون اتاق هر بچه یه سری چیزهایی رو جایی داده. میخواد تصویر یک انیمیشن باشه، شخصیت فوتبالی باشه، هر چیزی دیگه ای، یک ورزش خاصی باشه.
جایگاه اون چیزها رو داخل اتاق خودش مشخص کرده. حالا شما فکر کن آیا من معلم میدونم توی دنیای مطلوب دانش آموز من چیه؟ چه چیزهایی وجود داره؟ چه شخصیت هایی هستن؟ چه انیمیشن هایی وجود داره؟ علاقمندی به چه کارهایی وجود داره؟ اینها رو میدونم؟ آقا مگه ما روانشناسیم بریم این همه نمیدونم با دانش آموز حرف بزنیم این همه چیز یاد بگیریم ازش؟ نه. ولی لازمه برای این که اون چالش هایی که پیش میاد توی کلاس ما کلی خسته میشیم و درمانده و افسرده میشیم، برای اینکه اونها رو بتونیم مدیریت بکنیم این پیش زمینشه. من توی اون لحظه نمیتونم با یه بشکن کلاسم رو مدیریت بکنم. خیلی سختتر از این چیز هاست مدیریت کلاس. به خاطر همینه که من همون اول وبینار بهتون گفتم سخته و هدف ما از مدیریت کلاس توانمند کردن بچه هاست که کم کم اونها رو جوری توانمند بار بیاریم نیازی نباشه که لزوما یه معلم بخواد هی اونها رو مدیریت بکنه. شما تکلیفتو بری صرفا نظارت بکنی، رشدشون بدی، بهشون بازخورد مناسب ارائه بدی. پس مفهوم دنیای مطلوب مثل یک اتاقی میمونه که دانش آموز کلی چیز اونجا جای داده، از شخصیت ها، از کارها، از یه سری فعالیت ها، اونها رو جای داده و جایگاهشون رو مشخص کرده توی دنیای مطلوب خودش. دانش آموزی داریم که مثلا یه بازیکن فوتبالی مثل مسی یا مثل رونالدو توی دنیای مطلوبشه، خیلی اون رو دوست داره. من همچین دانش آموزی داشتم به شدت رفتارهای اونو تقلید میکنه، به شدت سوال میپرسه که مثلا رونالدو ساعت چند میخوابه شبا؟ آیا نوشابه میخوره نمیخوره؟ چه ورزشایی انجام میده؟ این مشخصی دیگه داره دید میده که آقا این طرف شخصیتی مثل این بازیکن توی دنیای مطلوبش جایگاهشو مشخص کرده. من کار اشتباهی میکنم اگر که میام به این شخصیت که رفته توی دنیای مطلوب بچه حمله میکنم. معلومه که بچه به من اجازه نمیده. بچه جایگاه اون شخصیت رو توی دنیای مطلوب مشخص کرده. حالا من از بیرون بیام هی اون رو نقد بکنم، معلومه که نمیپذیره. خب آقا سوال، اصلا این دنیای مطلوب ما چجوری باید بریم در واقع چیز کنیم، پیداش بکنیم؟ آها، اینجا شد ارتباط سازی یا برقراری ارتباط. ما زمانی که یه کودک رو میبینیم، بذارید من یه مثال بزنم. زمانی که یه کودک رو میبینیم چیکار میکنیم؟ اولین کار بازی کردن با کودکه. خب یعنی حالا کاری که من انجام میدم مثلا باش بازی میکنم، میگم مثلا دوست داری با هم بازی کنیم؟ اصلا بی با هم دیگه بازی کنیم دوست داری؟ میگه آره آره. مثلا میریم حالا یه بازی ساده انجام میدیم با هم دیگه و بعد از اون میگیم حالا مثلا موافقی یه بازی تمرکز انجام بدیم؟ یه بازی این مدلی داریم توی بحث تمرکز، مثلا میریم با هم دیگه انجام میدیم. من میگم تو چه بازی هایی رو دوست داری؟ میگه مثلا من فلان بازی، مثلا من بازی قایم موشک رو دوست دارم. میگیم خب الان موافقی یه 5 دقیقه با هم قایم موشک بازی کنیم؟ میگه آره. این کارهایی که من اینجا دارم انجام میدم بهش چی میگن؟ ارتباط سازی. به اینها میگن ارتباط سازی. ولی به ما معلم ها گفتن آقا باید با بچه ها ارتباط برقرار بکنی. این یک اشتباه محض همکاران. من با کسی که ارتباط نساختم نمیتوانم ارتباط برقرار بکنم. نیازش، پیش زمینش اینه که من ارتباط بسازم بعد ارتباط برقرار بکنم. پس شما تا زمانی که ارتباط نساختی معلومه که نمیتونی با دانش آموز خودت ارتباط برقرار بکنی. چرا من خسته میشم از بحث مدیریت کلاس؟ ارتباط نساختم، همش میخوام ارتباط بگیرم. چرا من نمیتونم بچه ها رو با خودم همراه بکنم؟ ارتباط نساختم، همش میخوام ارتباط برقرار بکنم. معلومه که بچه جا نمیده به من توی دنیای مطلوبش. ما با بازی کردن با این مدل کارهایی که حالا من دارم میگم داریم کاری میکنیم که بچه کم کم یه جایگاهی برای ما توی دنیای مطلوب خودش در نظر بگیره. اون زمانی که دیگه حرف شما برش داره پیشش، درخواست شما برش داره پیشش، اصلا به درخواستتون اهمیت میده، به حرفای شما اهمیت میده. چرا؟ چون جایگاه شما رو مشخص کرده. پس اینو یادتون باشه که به عنوان یک معلم ما باید اول ارتباط بسازیم و بعد بریم دنبال برقراری ارتباط. این کار بسیار اشتباهیه که اول همش بخوایم ارتباط برقرار بکنیم. میخواد با بچه های 7 ساله 8 ساله، حالا پیش‌دبستانی، مهد کودک تا به بالا، میخوادم با آدم های بزرگسال. ما وقتی یه نفر با همون ارتباط
میسازه، بعد ارتباط برقرار میکنه، باش احساس بهتری داریم. و فرمانده اصلی رفتارهای ما و دانش آموزان ما دنیای مطلوب ماست. اگر یه دانش آموزی میبینید که همش داره بی‌توجهی میکنه، معلومه که یه نیازی داره، یه کاری رو داره انجام میده که اون رفتاره رفته توی دنیای مطلوبش. میگه آقا من الان دوست دارم حرف بزنم، گوش نمیدم به حرف شما. باید بری در بیاری چه رفتاریه. حالا جلوتر بهتون میگم چه رفتاری پشت این، چه نیازی پشت این رفتارشه که رفته توی دنیای مطلوبش که الان هر کاری میخواد میکنه، اصلا همراهی نمیکنه با من. هر انسانی 5 تا نیاز اساسی داره. هر انسانی از بد به تولد میخواد تا لحظه مرگ 5 تا نیاز اساسی داره. نیاز به تعلق یا دوست داشته شدن، نیاز به تفریح، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به بقا. هر دانش آموزی این 5 ظرف نیاز رو داره و هر رفتاری که انجام میده برای پر کردن این 5 ظرف نیاز خودشه. چی شد؟ هر رفتاری که دانش آموز انجام میده برای پر کردن این 5 ظرف نیاز خودشه. من و شما به عنوان یک معلم باید کاری انجام بدیم که دانش آموز این نیازهای خودش رو داخل کلاس ما در واقع پر بکنه. آقا مگه ما مسئولی چی هستیم؟ یعنی ما باید بیایم ظرفای نیازشون رو پر بکنیم؟ نه، معلومه که نه. وظیفه شما هم نیست. قرار نیست یه دبه برداری اینجوری مثلا دست، حالا بیای مثلا یه ذره توی ظرف نیاز تو، مثلا ظرف احساس تعلق تو، یکی ظرف قدرت، یکی ظرف بقا. نه، من و شما به عنوان یک معلم یک بستری رو فراهم میکنیم توی کلاس که دانش آموز، یک سری فعالیت هایی رو فراهم میکنیم که دانش آموز با استفاده از انجام دادن اون فعالیت ها به نیازهای خودش، به این ظرف های بیاد ظرف های خودش رو پر بکنه. آقا یعنی چی؟ مثال بزن. الان مثال بزن. مثلا شما میخوای یه موضوع رو درس بدی، معلمی که اطلاعات روانشناسی و مغز و اینا داره میدونه، میگه آقا خب من نهایتا میخوام برای یه بچه کلاس اولی بخوام توضیح بدم به روش سخنرانی، یعنی نهایتا 3-4 دقیقه، بیشتر دیگه نمیتونن گوش بدن. نهایت برای بچه کلاس دوم مثلا نهایتا 7-8 دقیقه، 10 دقیقه و حالا همینجوری برای پایه های بالاتر. خب پس من میام اون مدت زمانی که من میخوام ارائه بکنم رو کم میکنم، میگم 5 دقیقه، میگم 4 دقیقه، 3 دقیقه. بعد میگم حالا بریم کار گروهی انجام بدیم، حالا بریم توی گروه های 2 نفره، 3 نفره، 5 نفره کار انجام بدیم. چه اتفاقی میفته؟ یک، وقتی میرن توی گروه با هم دیگه میخوان کار بکنن، یک، ظرف تفریحشون پر میشه. 2، ظرف آزادیشون پر میشه. 3، ظرف تعلقشون پر میشه. 4، ظرف بقاشون پر میشه. و 5، وقتی یه چیزی رو دارن یاد میگیرن ظرف به قدرتشون داره پر میشه. ببینید یعنی صرفا لازم نیست که یه کار خیلی شاق انجام بدید. مثلا درستون رو دادیم، بگید بچه ها ما 10 دقیقه 15 دقیقه تمرین حل کردیم، کار انجام دادیم، حالا بیایم وسط این درس یه 5 دقیقه من یه انیمیشن، یه فیلم میذارم، یه سری حرکات ورزشی میخوایم با هم دیگه انجام بدیم، بدنمون از حالت خستگی در بیاد. خب اون 5 دقیقه‌ای که شما حرکات ورزشی رو پخش میکنید که بچه‌ها حرکت ورزشی انجام بدن، نیاز به چیشون داره پر میشه؟ بنویسید داخل چت. نیاز به آزادیشون، نیاز به تفریحشون، نیاز به بقاشون. طرف احساس امنیت میکنه توی کلاس. صرفا قرار نیست همه چیز درس باشه. و یه نکته ای رو من اینجا داخل پرانتز بهتون میگم، هر دانش آموزی هر رفتاری رو که دیدید زیاد داره تکرار میشه، زیاد داره تکرار میشه، رفتارهای پرتکرار نشون از اینه که اون رفتار داره چند نیاز دانش آموز رو برآورده میکنه. یه رفتارها، ولی عملا ممکنه هر 5 نیاز رو بیاد برآورده بکنه. پس ما برای اون رفتارهای پرتکرار هم باید برنامه داشته باشیم. اگه فهمیدم یک دانش آموزی دارم که رفتارهای پرتکرار داره، ببینم کدوم یکی از این نیازشو داره پر میکنه. شاید هم هر 5 تاست. ببینم من میتونم براش کاری میکنم تو کلاس. مورد بعدی، تفاوت بین خواسته و نیاز. نیاز کجا اتفاق میفته؟ من از دانش آموز میپرسم چرا این رفتار رو انجام دادی؟ میگه خب من برای نیاز به قدرتم این کارو کردم. چرا از کلاس بلند میشی وسط درس من
میای راه میری وسط کلاس، یا خب من مثلا خسته میشم، نیاز به بقاشو داره، ظرف نیاز به بقاشو داره پر میکنه. پس نیاز یعنی چرایی انجام یک رفتار، چرا داری این رفتار رو انجام میدی. خواسته یعنی چرا داری این رفتار رو انتخاب میکنی. خواسته یعنی چرایی انتخاب رفتار، یعنی باشه نیازت اونه، چرا این رفتار رو انتخاب کردی. درسته نیاز به بقا داری، چرا این رفتار انتخاب کردی که وسط کلاس راه بری یهویی. خب من با گفتگو کردن میتونم پی ببرم که خواسته و نیاز دانش آموز من چیه. وقتی باهاش گفتگو میکنیم مثلا میگه آقا من زود خسته میشم، خب آخه حوصله‌ام سر میره نمیتونم زیاد بشینم، باید مثلا بلند بشم از سر جام. خب میبینی که آها پس خواسته ای دانش آموز من اینه که آها یه فکری برای تفریح من بکن، یه فکری برای در واقع نیاز به تفریح من، نیاز به بقای من بکن. پس تفاوت بین خواسته و نیاز رو تا به اینجای کار متوجه شدیم. حالا از این یه قسمتی که ما با هم دیگه رفتیم توی بحث شناخت دانش آموز، شما یک سری مطالبی رو یاد گرفتید. اقدامک هایی رو که برای خودتون باید مشخص بکنید الان مشخص بکنید. مثلا من یاد گرفتم 6 سوال اساسی رو برام بپرسم و به بچه ها بگم. این میتونه یک اقدامک شما باشه از این قسمت. من مفهوم دنیای مطلوب رو یاد گرفتم، برم اونو بنویسم، تست کنم، مثلا برم بشناسم دنیای مطلوب بچهای من چیه، به چه شخصیتی، به چه بازی، به چه چیزی علاقه دارن خیلی. این میشه 2 تا اقدامه که شما میتونید همین الان بنویسید. لطفاً هم با در واقع 2 رنگ خودکار اینجا باشید که بتونید با 2 رنگ خودکار اون ایده هایی که وسط حرفای من ممکنه یه ایده‌ای به ذهن شما بیاد، من اونا میگم الهامات، ممکنه یه سری الهاماتی بهتون بشه که آها مثلا میشه برای فلان کار از این ایده استفاده کرد، اونو با یه رنگ دیگه بنویسید که بدونید فردا که بخواید دوباره برید سر کلاس از این استراتژی برید استفاده بکنید. مطمئن باشید اگر به خودتون، اگر به کلاستون زمان بدید، مطمئن باشید نتیجهشو میبینید. حالا شاید ممکنه از اینجا به قبل، یعنی پارسال یا هر سال قبل، بچه ها اصلا با یه مدل دیگه تربیت شدن. بله کار ما خیلی سخت میشه، ولی ارزشش رو داره که این روش ها رو بری و بعد از گذشت چند مدت اثرش رو میبینید توی کلاس درسه. پس اقدامک خودتون رو از بخش اول حتما داخل دفترتون بنویسید. بریم سراغ گام دوم، یعنی تعیین قوانین و پیامدها. اگر آماده هستید بریم سراغ گام دوم، لطفاً یه گل داخل چت بفرستید. من ببینم هستید نیستید، اوضاع چطوره. قبل از اینکه بریم سراغ گام دوم یه گل لطفاً داخل چت بفرستید. مرسی ازتون، مرسی از تعاملتون. خب گام دوم تعیین قوانین و پیامدها. سوال: آیا توی کلاستون، آیا برای کلاستون قانون دارید یا نه؟ با بله یا خیر جواب بدید. اگر قانون دارید بنویسید بله، اگر ندارید بنویسید خیر. آیا برای کلاستون قانون دارید؟ اگر دارید بنویسید بله، اگر ندارید بنویسید خیر. قانون نانوشته یعنی عملا توی ذهن دیگه، درست آقای پزشک؟ توی ذهن یعنی مکتوب چیزی نداریم. خانم کریم‌پور گفتم بله. بقیه همکاران چی؟ قانون دارید ندارید؟ خب بله قانون داریم خانم بهروزیان. خانم رئیسی قانون داریم ولی عمل نمیشه. خب حالا توی این وبینار در رابطه باش حرف میزنیم. پس اکثرا چالش داریم توی بحث قانون گذاری، درسته؟ حالا قانون گذاری برای کلاس درس، ببینید هر جایی هر کاری ما بخوایم انجام بدیم، هر اداره‌ای که حالا میریم یه چارچوبی داره برای خودش. کلاس درس ما هم از اون قانون مستثنا، از این قانون مستثنا نیست، یعنی باید یه چارچوب داشته باشه. حالا چجوری این قانون وضع میشه، چجوری باید کاری بکنیم که در واقع عمل بشه بهش و نتیجه بده، این بستگی داره به این که من و شما معلم چجوری داریم اجرا میکنیم. سختی های مسیر اجرای قانون گذاری رو به جون میخریم یا نه؟
حالا چجوری باید توی بحث قانون گذاری چه مواردی باید رعایت بشه؟ یک، به نیازهای دانش آموزان توجه بشه. قانون نذاریم که هر کسی وسط تدریس من معلم حرف بزنه دیگه تا آخر سال مثلا سر اون درس نباید بیاد تو کلاس، یا باید فلان تنبیه فلان جریمه رو باید انجام بده. نیازهای بچه ها رو در نظر بگیر، اون 5 نیاز اساسی. ما هر جا کاری بکنیم که اون ظرفی نیاز بچه ها رو هی بخوایم خالی بکنیم، بچه به جنگ ما میاد، جنگ قدرت بین من و اون دانش آموز شروع میشه. مورد دوم، عدالت رو رعایت کنیم. برای یه سری از بچه ها قوانین رو سفت و سخت میگیریم، برای یه سری دیگه که حالا میبینیم حالا اینا مثلا بچه زرنگن، اینا باهوشن، حالا اینو مثلا این دفعه اشکال نداره. نه، عدالت رو در نظر بگیریم، اخلاقی باشه. اصلا بیس این ماجرای قانون گذاری سر همینه، میخوایم بچه ها یه سری آداب اخلاقی و اجتماعی رو یاد بگیرن. مورد چهارم، درصد تبصره پذیری رو مشخص بکنیم. یعنی چی؟ یعنی حالا یه قانون گذاشتی، بیا مشخص کن. خب مثلا من قانون گذاشتم وسط کلاس، وسط درس من معلم کسی حرف نزنه. اگه این دانش آموزی این کارو کرد، من تا چه اندازه امکان داره حالا یکی دو بار گذشت کنم؟ اصلا میشه گذشت کرد؟ نمیشه. من گذشت میکنم نمیکنم. درصد تبصره پذیری رو مشخص میکنیم. و از همه مهمتر، عامل پنجمه، با کمک خود بچه ها قانون باید وضع بشه. چی شد؟ با کمک خود بچه ها، نه اینکه من معلم بیام قانون وضع بکنم. چرا میگم با کمک خود بچه ها؟ قانونی که خود بچه ها در وضع اون قوانین، در اینکه چه قوانین اصلا توی کلاس باشه مشارکت داشته باشن، احساس تعلقشون نسبت به اون قانون و کلاس درس میره بالا. میگه آقا ما خودمون این قوانین رو گذاشتیم و خودمون انتخاب کردیم. ولی وقتی معلم میاد خودش مینویسه میبره سر کلاس، بچه‌ها قوانین ما اینه، به دوستانتان احترام بگذارید، نمیدونم قبل از حرف زدن اجازه بگیرید، نه معلومه جواب نمیده. طرف میگه چیه؟ احساس تعلقی نداره بهش. ولی وقتی ازش میخوایم بچه‌ها، ما نظم کلاسمون اصلا کلا به هم ریخته است. من وقتی میخوام درس بدم یکی حرف میزنه، یکی دیگه داره خوراکی میخوره، یکی دیگه داره این کارو میکنه، خب تمرکز شما هم به هم میخوره، منم نمیتونم تمرکز کنم و درس بدم. چیکار میتونیم بکنیم؟ چه قانونی باید بذاریم تا این مشکل حل بشه؟ میگن آقا مثلا فلان قانون رو بذاریم. ببین احساس تعلق دارن، تا میخوان این کارو بکنن میگه قانونمون چی بود یادشون میاد. پس این موارد رو حتما در نظر بگیرید. و پیامدگذاری در کلاس درس. آقا قانون گذاشتیم رعایت نمیکنن بچه ها، معلومه قانون بدون پیامد مثل شلوار بدون کش میمونه. خب مسئله اینجوریه، باید پیامد داشته باشه. پیامد یعنی چی؟ یعنی پی یه چیزی میاد، یه رفتاری رو در نظر بگیر، من یه رفتار انجام بدم، پیامدش رو باید ببینم. چجوری؟ مثلا شما فرض کن مسواک نزنی امشب، فرداش هم مسواک نزن، یه هفته بعد نزن، یه ماه بعد نزن، یک سال نزن. یک سال بعد چه اتفاقی برای دندون شما میفته؟ دندون شما میپوسه. سوال، آیا دندون شما یک شبه پوسید؟ نه. پیامدش این بود، پیامد مسواک نزدن شما شد پوسیدگی دندان شما. متوجه شدید؟ حالا پیامد میذاریم، پیامد رعایت نکردن قانون در کلاس، برای هر قانون یه پیامد. مثلا دانش آموزی که وسط کلاس اگه حرف بزنه وقتی من دارم درس میدم، پیامدش چیه؟ پیامدم پله پله دارم. مثلا پیامد یک اینه، اگه دوباره تکرار شد. پیامد دو اینه، اگه دوباره تکرار شد. پیامد سه اینه، اگه دوباره تکرار شد. پیامد چهار اینه. یعنی توی هر مرحله من دارم پله پله پیامدها رو سخت و سخت‌تر میکنم. حالا توی بحث پیامدگذاری به چه نکاتی باید توجه بکنیم؟ یک، بازم به نیاز بچه ها باید توجه بشه. پیامد این نباشه که خب هر کسی این کار رو انجام داد دیگه نمیدونم حق نداره از کلاس بره بیرون، زنگ بیرون. خب داری نیاز به تفریحشو میگیری. دو، عدالت رو رعایت بکن، اخلاقی باشی پیامدی که میذاری. خب و این که مثلا بیایم بگیم که خب نه، هر کسی این کار انجام داد باید بیاد اینجا کنار سطل آشغال، یه دستش اینجوری باشه، یه دستش پایین، یه پاشم بالا بگیره. این پیامد اخلاقیه؟ من نمیدونم، باید فکر کنیم، با بچه ها مشورت کنیم. بچه ها موافقید پیامدی این باشه؟ اگه خودتون باشید دوست دارید این پیامد روی شما اجرا بشه؟ پیامد هم بچه ها توی اون
اجرای پیامد هم توی در واقع اون وضع پیامد هم با هم دیگه توافق داشته باشن. و بعدی یه پیامدی بذاره که خودتون رو گرفتار نکنید. میگی دانش آموز مثلا اجازه نمیدم زنگ تفریح بری بیرون، پیامدش اینه، جریمت اینه که بشینی زنگ تفریح کارات انجام میدی، منم میشینم نمیرم، یهویی زنگ تفریح میخوره خودت میری دفتر، خسته میری دفتر، چه اتفاقی میفته؟ خودتو گرفتار کردی دیگه، اقتدارت میره زیر سوال، اون دانش آموز دیگه زنگ تفریح میره، عملا هیچی به هیچی. پس پیامدی بذار که بتونی اجراش کنی، نه پیامدی که نتونی اجراش بکنی. و در نهایت درصد تبصره پذیری، یعنی حواست باشه حالا کجاها میشه این پیامدو شل کرد، کمی گذشت کرد، اجراش نکرد، اونو برای خودت مشخص کن به عنوان یک معلم. و یه معلمی داشتیم یه پیامدی گذاشته بود که اگه دانش آموزی، یه دبیر ریاضی بود، اگه دانش آموزی من وقتی دارم درس میدم گوش نده به حرف من، پیامدش اینه از کلاس میری بیرون، تا آخر ترم نمیخواد بیاد سر کلاس. حالا اون معلم آخر ترم میخواست امتحان بگیره و اون دانش آموز اصلا سر کلاس نبوده. حالا معلم خودش داره گرفتار میشه دیگه. وقتی یک پیامدی گذاشتی که خودت هم داری خسته میشی، خود دانش آموز سر کلاس نبوده، درس هم یاد نگرفته، حالا بهانه داری دیگه، میگه من که سر کلاس نبودم که، منو بیرون انداختی. پس پیامدی بذاریم، قانونی بذاریم که خودتون رو گرفتار نکنه، تازه با کمک خود بچه ها. اینو تاکید دارم حتما بچه ها دخیل باشن توی بحث قانون گذاری و پیامد گذاری. پس گام دوم رفتیم. قبل از اینکه بریم سراغ گام سوم، بهم بگید ببینم قوانینی که شما گذاشتید پیامد داره یا نداره؟ قوانینی که برای کلاستون گذاشتید پیامد داره یا نداره؟ اگه داره بنویسید داره، اگه نداره که نداره. خب اشاره آفرین. یکی از دلایلی که اصلا قانون رعایت نمیشه همینه، قوانین ما اصلا پیامد نداره. وقتی پیامد نداشته باشه معلومه دیگه، مثل رانندگی دیگه، شما از یه سرعتی بیشتر بری جریمه میشی، پیامدش اینه جریمه شدن. از یه سرعتی بیشتر بری ممکن اصلا ماشینت بره پارکینگ، درسته؟ پیامد داره ولی همیشه رعایت نمیشه. حالا اونی که پیامد داره ولی رعایت نمیشه توی بحث گفتگو ما باهاش کار داریم. خب یکی از کلید واژه‌های تخصصی شغل ما معلم ها گفتگوه. گفتگو حلال خیلی از مشکلاته، گفتگو آب روی آتیشه، گفتگو مثل یه پادزهر عمل میکنه برای ما معلم ها. پس این رو یاد بگیریم، یکی از واژگان تخصصی شغل ماست. حالا آقا چجوری گفتگو باید بکنیم؟ توی ساده ترین مدل گفتگو به روش 3 مرحله‌ایه. دانش آموز قانون گذاشتیم، پیامد گذاشتیم، رعایت نکرده، چیکار میکنیم؟ میریم پیشش. مثلا محمد یا علی قول و قرارمون چی بود؟ آقا مثلا ما میخواستیم ساکت باشیم ولی اون نمیذاریم. میگیم باشه من به اون رسیدگی میکنم، من به اون مسئله رسیدگی میکنم، من مثلا با حسن حرف میزنم، ولی الان مشکل ما یه چیزی دیگه است، الان بهمون بگو الان قرار قرارمون چی بود. یعنی دانش آموز هی زمانی که میخواد از اون حرف اصلی که شما دارید خودشو بکشه بیرون، شما دوباره برش میگردونید توی اون مسئله اصلی، یعنی گفتگوه. بهش میگید باشه من بعدا مثلا با دوستت حرف میزنم، ولی الان قول قرارمون چی بود؟ آقا قول قرارمون این بود که مثلا موقعی که شما درس میدی ما ساکت باشیم. خب تو چی کار کردی؟ سوال دو، تو چی کار کردی؟ آقا من مثلا حرف زدم، حواسم نبود حرف زدم. خب الان چیکار کنیم؟ آقا تو رو خدا آقا این دفعه دیگه ما رو جریمه نکنید، آقا این پیامد اجرا نکنید، آقا تو رو خدا من قول میدم دیگه مثلا تکرار نشه. میگیم نه. هر جا این نکته رو یادتون باشه، هر جا با دانش آموزی مواجه شدید که زیاد داری میگه ببخشید 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 ببخشید، هر جا این اتفاق افتاد یه جمله رو از من به یادگار داشته باشید. از من عبدالمجید عقیلی که منم از استادم یاد گرفتم، شما اینو به یادگار داشته باشید. چیه؟ بچه ها من ببخشید نمیخوام، من میخوام این رفتار دیگه تکرار نشه. ما این دانش آموزی داشتیم یهویی وسط کلاس شعر میخوند، بعد هر موقع دیگه میرفتیم پیش میگه
آقا این نفر ببخشید، آقا دیگه تو رو خدا ببخشید دیگه تکرار نمیشه. خب یه بار دو بار سه بار رفت، گفتم ببین من دیگه ببخشید نمیخوام، میخوام این رفتار دیگه تکرار نشه، این رفتار نمیخوام دیگه تکرار بشه. و این مرحله رو هر بار که دانش آموز قانون رو زیر رعایت نمیکنه و زیر سوال میبره، ما این سه مدل رو، این سه مرحله رو طی میکنیم هر بار. کل قرارمون چی بود؟ تو چی کار کردی؟ الان باید چی کار کنیم؟ آقا روش دیگه ای نیست. چرا؟ این ساده ترین مدل گفتگوه برای بچه هایی که قوانین کلاس ما رو رعایت نمی کنن. مورد بعدی چیه؟ سوالات خوب بپرسیم تا پاسخهای خوب دریافت بکنیم. آقا چجوری سوالات خوب بپرسیم آخه؟ الان بهتون مثال میگم. سوالات بسته و باز. سوالات بسته سوالاتی هستند که پاسخش بله یا خیره. سوالات باز سوالاتی هستند که دانش آموز رو به فکر کردن وادار میکنه. سوالات بسته: چرا داد میزنی؟ چرا نمینویسی؟ چرا دعوا میکنی؟ چرا گوش نمیدی؟ چرا همش حواست پرته؟ درس یاد گرفتی؟ مدرسه رو دوست داری؟ اینا سوالات بسته است. سوالات بسته و چرایی ممنوع همکاران. یعنی اصلا نپرسیم سوالات بسته. سوالات بسته در این موارد خیلی محدود چرا، ولی همیشه نه. پس بیشتر چیکار کنیم؟ بیشتر سوالات باز میپرسیم که بچه فکر کنه و پاسخ بده. از درس امروز چی یاد گرفتی؟ چی شد که دعوا کردی؟ چی شد که حواست سر کلاس پرت شد؟ چی شد که تصمیم گرفتی دوستتو بزنی؟ چی باعث شد که تکلیفتو ننویسی؟ چیکار کنیم که این مشکل دیگه تکرار نشه؟ اینا سوالاتیه که دانش آموز رو به فکر کردن وادار میکنه که خودش راهکار بگه، خودش راه حل بده. پس ببینید سوالات خوب این ساده ترین و پایه‌ای ترین مسئله در رابطه با سوالاته. سوالات بسته، سوالات باز. سوالات چرایی رو اصلا نپرسید. خیلی از اوقات واقعا هیچ جوابی نداره دانش آموز. حالا 4 تکنیک دیگه هم میگم بهتون برای گفتگو کردن. تکنیک وضوح: زمانی که دارید با دانش آموز صحبت میکنید نذارید هیچ نقطه کوری باقی بمونه، همه چیز شفاف و واضح باشه. مثلا دانش آموز میاد صحبت میکنه، میگه که آقا مثلا من زمانی که حسن با من این کارو کرد، من اصلا خوب شد فلان کارو کردم. میگم صبر کن. میگیم یعنی حسن باعث شد که تو عصبانی بشی؟ من درست متوجه شدم؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ تکنیک وضوح یعنی واضح تر، وضوح و شفافیت توی بحث گفتگو کردن با بچه ها حرف اولو میزنه. تکنیک دوم تکنیک بیان کردنه. از دانش آموز میخوایم زمانی که من معلم دارم با دانش آموز گفتگو میکنم، ازش میپرسم که خب من تا به اینجای صحبتت متوجه این نکته شدم، منظورت اینه؟ درست متوجه شدم منظورت اینه؟ اینجا اون سوالات بسته به کار میاد، با آره یا نه جواب میده. بیان میکنم چجوری؟ به زبان خودم میگم من الان از این 4-5 دقیقه که با هم صحبت کردیم من اینو متوجه شدم، آیا درست فهمیدم؟ می‌بینیم تکنیک بیان کردن. تکنیک آینه: دانش آموز داره باهاتون حرف میزنه، یه سری کلمات زیاد تکرار میشه، مثل من نمیتونم، خسته شدم، ناراحت شدم، من نمیخوام. اینو داره زیاد تکرار میشه این کلمه ها. اون یک کلمه رو میکشی بیرون و در رابطه با حسی که پشت اون کلمه هست ازش سوال میپرسی. مثلا همش میگه من نمیتونم، میگیم که یه لحظه من توی گفتگویی که با هم دیگه داشتیم میبینم که زیاد داری از کلمه من نمیتونم استفاده میکنی، میشه بهم بگی چی باعث شده که اینجوری فکر کنی؟ چی باعث شده که تو فکر کنی نمیتونی؟ میگیم تکنیک آینه. یه کلمه که زیاد داره تکرار میشه رو بیرون میاریم و ازش سوالات میپرسیم که حس پشت اون کلمه رو بفهمیم. و تکنیک چهارم خلاصه کردنه. هر چند دقیقه یک بار صحبت‌های دانش آموزمون رو خلاصه میکنیم. آقا پس خلاصه صحبت‌های من و تو شد این که این 4 تکنیک برای گفتگو کردن. مورد بعدی مدیریت چالش‌های رفتاری و تحصیلی در کلاس درسه. رفتار یکی از مؤلفه هایی که باعث شده معلم ها افسرده بشن، فرسوده بشن، خسته بشن از مدیریت کلاس. حالا چیکار باید بکنیم؟ راه حل چیه؟ استراتژی اول، استراتژی STP Stop Thinking Process. یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی یه چالشی توی کلاس پیش میاد اول از این استراتژی استفاده کن. استاپ یعنی صبر کن، متوقف شو، کاری انجام نده، هیچ کاری نکن. Thinking فکر کن. Process پردازش کن. یه دانش آموز داری که داره وسط کلاس راه میره، یه لحظه صبر کن قبل از اینکه واکنش نشون بدی.
که فکر کن چی شده که الان این داره راه میره وسط کلاس. پروسس پردازش کن، نکنه که گرسنه نشه، نکنه که خسته شده، نکنه که پردازش میکنیم. به جای اینکه سریع بخوایم با عصبانیت و با تندی رفتار بکنیم، از این استراتژی استفاده میکنیم. STP. استراتژی بعدی اینه. تنها چیزی که من معلم روی اون کنترل دارم رفتار خودمه. به عنوان یه معلم من نمیتونم رفتار بچه ها رو کنترل بکنم، ولی رفتار خودم رو میتونم کنترل بکنم. چرا؟ رفتار من، پاسخی که من به رفتار بچه ها میدم باعث میشه که اون رفتار بچه ها یا بهتر بشه یا بدتر بشه. به خاطر همینه که میگم تنها چیزی که من معلم روش کنترل دارم رفتار خودمه. پس حداقل همین رو کنترل میکنم. اجازه نمیدم بچه ها حداقل کنترل رفتار من رو به دست بگیرن. چرا؟ چون واقعا اوضاع خیلی بد میشه. عصبانی میشم، ناراحت میشم، ممکنه داد بزنم، هر اتفاقی ممکنه بیفته. پس حواستون باشه که پاسخ شما به رفتار بچه ها اون رفتارشون ممکنه بهتر بکنه یا بدتر بکنه و شما روی تنها چیزی که کنترل دارید رفتار خودتونه. حالا آقا معادله رفتار چی هستن؟ بیایم با هم دیگه بررسی کنیم نمونه خیلی ساده شو. یه لحظه اگر نشستید بلند بشید از سر جاتون، یه حرکتی، یه قشقوستی به خودتون بدید، یه اینور اونور، خستگیتون در بره. خب معادله رفتار چیه؟ یه رویداد، یه اتفاق میفته. مثلا شما داری درس میدی، دانش آموز وسط درس شما آواز میخونه. فکر خودکار شما چیه؟ عجب دانش آموزی بی تربیتیه. معلوم نیست توی کدوم خانواده بزرگ شده که 100 بار گفتیم ما، 100 بار قانون گذاشتیم، اگه فهمید، اگر همراهی کرد. این فکر خودکار شماست. بعد میریم سراغ ادراک. میاد ادراک، درک شما. حالا درک شما چیه؟ میگه که احتمالاً توی یه خانواده‌ای بزرگ شده که اصلا هیچی بهش یاد ندادن، اصلا آداب معاشرت اجتماعی هیچ، صفر، تربیت نمیدونه یعنی چی. این ادراک شماست. ادراک شما باور شما رو میسازه و باور شما رفتار شما رو میسازه. بدترین قسمت ماجرا اینه که شما ادراکتون رو دخیل کنید با مرحله بعدی که احساسه. حالا احساسم بیار داخل. حالا احساستون چیه؟ ناراحتی، عصبانیت. دیگه اصلا وحشتناک دیدیتون نسبت به اون دانش آموز کاملا تغییر میکنه که عجب دانش آموز مثلا فلان فلانیه. حالا آقا رویداده که اصلا دست ما نیست، اتفاق میفته. فکر خودکارم دست ما نیست، میاد این حرفا توی ذهن ما، نمیتونیم هم جلوشو بگیریم، نمیتونیم باش مبارزه بکنیم. پس چیکار بکنیم؟ تمرین کنیم با خود آگاهی و ذهن آگاهی که ادراکمون رو تغییر بدیم نسبت به اون بچه. مثلا من فکر میکنم خب احتمالا این دانش آموز نیاز به این داره که من بیشتر باش گفتگو بکنم. این هنوز جا نیفتاده براش که خب توی کلاس ما یه چارچوبی داریم، هنوز باید بیشتر باش گفتگو بکنم، هنوز یاد نگرفته. احساسمو دخیل نمیکنم. چرا؟ این احساسه وقتی بیاد کارو خراب میکنه. دیگه احساسی تصمیم میگیرم، احساسی رفتار میکنم، حالم بد میشه کلا. معادله رفتار این هم کارا. اینو باید در نظر داشته باشیم. ما این ادراک خودمون رو تغییر بدیم، خیلی چیزها تغییر میکنه توی بحث مدیریت کلاس. درک شما وقتی تغییر کرد، معلومه که به رفتارهای بچه‌ها جوری دیگه نگاه میکنید. شمایی که توی این وبینار بودی الان چند تا استراتژی یاد گرفتی برای برقراری ارتباط، چند تا تکنیک گفتگو یاد گرفتی، قانونگذاری یاد گرفتی، پیامدگذاری یاد گرفتی. دیگه الان بری سر کلاس نگاهت فرق میکنه. میگی آها پس این رفتاری که این بچه داره انجام میده داره با این رفتار کدوم ظرف نیاز خودشو پر میکنه. نمیگه که عجب بچه بی تربیتی، عجب شیطونه، چقدر شره. برچسب یا لیبل نمیزنی به بچه. حالا برای چالش‌های تحصیلی چی کار کنیم؟ برای چالش‌های تحصیلی یک، گفتگو. چجوری گفتگو کنیم؟ سوالاتی بپرسیم که بچه بیشتر فکر کنه. مثلا من میبینم از درست مثلا حالا نمره‌هاش خیلی پایینه، میگیم چی شده که نمره‌هات پایین اومده؟ چیکار میتونیم بکنیم درست بهتر بشه؟ من میتونم بهت کمک بکنم؟ چالشی داری؟ بزرگترین چالش چیه؟ دغدغه‌ت چیه؟ نگرانی چیه؟ ایجاد انگیزه میتونیم بکنیم با همون گفتگوه.
وقتی من یه حس خوب نشون میدم به دانش آموزم، یک بازخورد خوب بهش میدم توی همون گفتگویی که در رابطه با چالش‌های تحصیلی داریم، خیلی عالی میشه. امروز من دفتر املا یکی از بچه‌ها رو داشتیم نگاه میکردیم و ورق میزدم دفتر املاشو جلوش، میگفتم ببین 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 تا امروز که رسیدیم اینجا چقدر اشتباهات املاییت کم شده و تو نسبت به قبل 10 برابر رشد کردی، ذوق کرد. الان اون دانش آموز مثلا تو بخوای بیای باهاش حرف بزنی که املا داریم نگارش داریم، ذوق داره. چرا؟ من ایجاد انگیزه کردم با گفتگو کردن، با بازخورد دادن. و با گام های کوچیک شروع کنید، قدم قدم یه گامو برید. اول همین گفتگو کردن رو تست کنید باهاش، ارتباطه رو تست کنید باهاش، دنیای مطلوبش رو بدونید چیه. کم کم کوچولو کوچولو میشه این کارها رو در واقع باهاشون انجام داد. شما بگید با چالش های تحصیلی دیگه چیکار میتونیم بکنیم. بنویسید داخل چت. قبل از اینکه من برم سراغ گام پنجم، یعنی استراتژی برای شرایط بحرانی، داخل چت بنویسید که به نظرتون با در واقع چالش های تحصیلی دیگه چی کار میتونیم بکنیم. خب بنویسید لطفا. اصلا راهکاری دارید؟ راه حلی هست؟ خب راه حل هاتون رو اگر راه حل دارید میتونید بنویسید داخل چت، و اگر که نه میریم سراغ استراتژی برای شرایط بحرانی. پس حداقل قبل از اینکه من برم سراغ این استراتژی برای شرایط بحرانی، لطفاً تا به اینجای کار به هم بگید چطور بوده. اگر عالی بوده، همه چیز خوب بوده، یه گل بفرستید لطفاً داخل چت. اگر همه چیز اوکیه تا بریم سراغ اسلاید، یعنی مورد بعدی، گام بعدی و اسلاید بعدی البته. اگر همه چیز اوکی بوده لطفاً یه گل داخل چت بفرستید، بریم سراغ استراتژی برای شرایط بحرانی. خب مرسی ازتون، مرسی از گل هایی که میفرستید، متشکرم ازتون، مرسی. خب استراتژی اول برای شرایط بحرانی، اون لحظه ای که دیگه همه چیز کم کم میخواد از کنترل شما به عنوان یک معلم خارج بشه. مرحله اول مرور قوانین. قول قرارمون چی بوده؟ تو چیکار کردی؟ الان چیکار کنیم؟ اجرای پیامد. میریم برای اجرای پیامد. توی شرایط بحرانی که دیگه واقعا سخته و نمیشه کاری کرد، حتما پیامد رو اجرا کنید، بدون چون و چرا، بدون شک، و اقتدارتون رو حفظ کنید به عنوان یه معلم. دانش آموز خواهش کرد نه اینجوری نه اونجوری، نه، اقتدار. بچه ها ما قانون گذاشتیم، پیامدش چی بوده؟ پیامدش هم الان باید اجرا بشه. سخته، خیلی سخته. بچه ها باهاتون مقابله میکنن ولی اقتدار شما لازمه. همین که خودشون قوانین و پیامدها رو مشخص کرده باشن، اینجا خیلی کارتون راحت تر میشه. چرا؟ چون میتونید هی مرور بکنید. بچه ها کی این قانون رو گذاشت؟ با هم دیگه گذاشتیم و خودتون گفتین این پیامده باشه. این استراتژی اول. استراتژی دوم، حواستون به کلماتی که به کار میبرید باشه. کلمات بار دارن همکاران، بار روانی دارن کلماتی که به کار میبریم. من یکی از همکارای مدرسه رفته بود سر کلاس، یکی از حالا معاونین، و به بچهای کلاس گفته بود که کلاس شما خیلی کلاسی بی‌نظمیه. حالا نمیدونم چی کار کرده بودن بچه ها. و بعد بچه ها زمانی که من رفتم سر کلاس ازشون میخواستم که همگی مرتب و منظم توی گروه های خودشون باشن تا یه کاری انجام بدیم. بچه ها گفتن که آقا ما که کلاسمون بی نظمه. که گفتن کی گفته کلاس ما بی نظمه؟ گفته چرا؟ مثلا آقای فلانی اومده گفته که شما کلاستون خیلی بی نظمه. من و شما به عنوان یک معلم، شاید اون بچه از طرف یکی دیگه این حرف رو بشنوه جدی نگیره و خودش نگیره، ولی من بزرگتر، من معلم، مدیر، معاون، وقتی یه حرفی رو میزنیم، بچه با آغوش باز میپذیره اون حرف رو، باور میکنه که حتما بی‌نظمه، پس حتما نمیدونم شعور نداره، حتما درک نداره، حتما کندذهنه. پس حواسمون به کلماتی که به کار میبریم باشه. مورد دوم، میتونیم از این چارچوبی که من اینجا مشخص کردم استفاده بکنید. من وقتی که رفتار میگیم، من وقتی که تو داد میزنی احساس میکنم مثلا اعصابم خورد میشه، ناراحت میشم،
نمیتونم درسمو بدم و خواسته من اینه که، حالا خواستتون میگید، خواسته من اینه که هر موقع خواسته ای داشتی به جایی که داد بزنی میتونی دستتو بگیری بالا، من میام پیشت با هم حرف میزنیم. حالا شما توی این مدلی که من گفتم یه رفتار دیگه بذار، حستو بگو و خواستتو بگو. و مورد سوم، خواسته خودتون رو باید واضح بگید، واضح واضح واضح، شفاف. حتی وقتی یه رفتار زننده دارن به صورت قاطع و جدی. مثلا دانش آموز داریم که میزنه بچه ها رو، ما گفتگو کردیم باهاش، قانون گذاشتیم نباید بزنه. خب حالا میزنه دیگه، چیکار میکنیم؟ من این کارو کردم، دستشو میگیریم خیلی قاطع و محکم وای میسیم، من اجازه نمیدم تو کلاس من کسی هم دیگر رو بزنه. خواستتو میگی خیلی قاطع و جدی. مورد بعدی، یعنی مورد آخری، پاسخ به رفتار اولیه نه ثانویه. دانش آموز اومده مثلا یه رفتاری داره انجام میده، میگید کتاب ریاضی رو بیاریم بیرون، میخوایم فلان صفحه رو حل کنیم. خب کتاب ریاضی رو نمیاری بیرون، داره خوراکی میخوره، داره هی میره با اون یکی حرف میزنه. شما به جای اینکه هی بپردازید به رفتارهای بعدش، خوراکی نخور، با دوست حرف نزن، بیا بشین سر جات، به یک رفتار پاسخ میدی. یعنی اون رفتار اولیه که چیه؟ کتابشو بیاره بیرون. محمد من ازت میخوام که کتاب ریاضیت رو بیاری بیرون. آقا من اول خوراکی میخورم. محمد من ازت میخوام که کتاب ریاضیت رو بیاری بیرون. خب با قاطعیت. یعنی فرق بین کسی که قاطع با کسی که خشمگینه. و شما هی وقتی میری سراغ رفتارهای بعدی، عملا کنترل از دستتون خارج میشه، عصبی تر میشی. و در نهایت بریم سراغ گام ششم، یعنی چکاپ وضعیت مدیریت کلاس. بریم چکاپ بکنیم، مثلا ببینیم حالا اوضاع چطوره تا به اینجای کار که مطالب رو یاد گرفتیم. چجوری چکاپ کنم؟ یک، بعد از این که همه این مراحل رو رفتی، ارتباط گرفتی، دنیای مطلوب شناختی، 6 سال اساسی رو گفتی، نمیدونم قانون گذاشتی، پیامد گذاشتی، گفتگو کردی، حالا بیا چکاپ کن. کلاس شما رو دوست داری یا نه؟ انگیزه داره برای یادگیری؟ از درس خوشش نمیاد یا از مدل ارائه من؟ شما رو کی میبینه واکنشش چیه به عنوان یک دانش آموز وقتی معلم خودش رو میبینه؟ اینجوری چکاپ کن، ببین اوضاع چجوریه. حداقل با این چند سال ساده میتونی یه سری چیزها رو بفهمی که کجای کارت ایراد داره، مدل ارائت، روش تدریس، گفتگو با دانش آموزت، برقراری ارتباطات کدومه. و رسیدیم به بخش آخر. من توی اسلایدهای اول یه آزمونک گذاشتم. خب اون آزمونک رو دیدید دیگه. حالا اینجا یک خودارزیابیه، یعنی من بعد از این محتوایی که تو این وبینار به شما دادم میخوام یه خودارزیابی بکنیم، ببینیم به کجا رسیدیم. الان کلاست رو میتونی بهتر مدیریت کنی؟ جوابشو بنویسید خودتون. با این مطالبی که یاد گرفتین به نظرتون الان میتونید کلاستون رو بهتر مدیریت بکنید؟ سوال دو، برای مدیریت رفتار میدونی از کدوم استراتژی و چجوری استفاده بکنی؟ کلی صحبت کردیم در رابطه باهاش، مثال زدیم. سه، برای ارتباط با بچه ها میدونی از چه استراتژی استفاده بکنی؟ پاسخ این سوال ها با شماست که ببینید حالا که محتوای این وبینار رو یاد گرفتید به کجا رسیدید. و در نهایت شعار معلم کارآمد اینه: کارآمد باشیم تا الهام بخش باشیم. به عنوان یک معلم تمام تلاشمون رو میکنیم که کارآمد باشیم تا الهام بخش باشیم، چون من معلم تا کارآمد نباشم، تا روی خودم کار نکنم و خودم رو کارآمدتر نکنم، نمیتونم الهام بخش دانش آموزان خودم باشم. مرسی که تا به اینجا این وبینار با من همراه بودید و بریم سراغ بخش آخر وبینار، یعنی پرسش و پاسخ. من ضبط و قطع کنم.